خب چه خوندیم؟ بابا جان، با یگان شخص از 3 روز زیاد قهر باشی روزه و نمازت میگه قبول نمی شود. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ یعنی با یک نفر شما وقتی قهری میکنید، آیا نماز و روزه تان تقدیرش چی می شود؟ ما حدیثی داریم از جناب ابو هریره که ابو داود میاره، میگه لا یحیل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. شما از 3 روز با نفر نمیتونین که قهری بیستین. اگر از 3 روز زیاد با کسی شما قهری استادین، اگر در همین دوامی یعنی بعد 3 روز یکی اگر مبادای الله جان تا گرفت، تو میگه به عذاب الله پرتافته میشه، تو داخلی عذاب الله میشه، داخلی جهنم میشه. حدیث دیگر من هجر اخاه سنتن فهو کتفک دمی. حضرت گفتن کسی اگر 1 سال با نفر از بنده های خدا قهری بیستد، حکمش همین است که خون او را ریزانده باشد. چخیل یک آدم قتل میکنی و بعد در خون او جوابگری، آدمی که 1 سال با نفر اگر قهری می ایستاده است، مثل همین بود است که خونش ریزانده است. ولی برادرای عزیز و گرامی، اینجا در یک چیزی نازک هم ناگفته نمی شود. اگر به خاطر دنیا باشد، حقیقتا بعضی ملالی های هست که پدرها از فرزندها ملالند، قهری‌اند، یا مادرها با دخترها، یا برادرها با برادرها، یا خواهرها با خواهرها، یا خلاص همسایه با همسایه. یعنی با کسی اگر ما ملال باشیم، به خاطر دنیا باشد، ما باید که پیش یکدیگر رفته عذرخواهی کنیم، زیرا حقیقتا در عبادت های ما به حد زلال کلام دارد. حتی در حدیث ها آمده است که روزه ماه رمضان معلق میماند تا اگر با همون نفر تو دست آشتی دراز نکنی، با یکدیگر بخشی یکدیگر در کنار نگیرین، مقصد حتی همون روزه داشته تا وقتی روزه که اشاره شید، نماز هم در قطار همون. برای من هیچگاه قهرگی، خفگی، ملالی، با دیگر گپ نزدن، اینها یگان خیری ندارد، هیچ خیری ندارد. ولی یک جای درستی قهرگی همین است که اگر قهرگی من به خاطر دین باشد، خلاص میبینم که در برادر مای، در خواهر مای، میبینم که در کدام از آدم نزدیک مای خلاص حق خدا پایمال میشود. ببینید، میبینم که از دهان خواهر مای، برادر منای، نزدیک منای کسی باشد دینی مرا تحقیر میکنه، دینی مرا توهین میکنه، ما را هر چند نصیحت میکنم، هر چند مصلحتش میتونم، هر چند که راهنماییش میکنم، میبینم که نه، برعکس در مقصد معصیت میروه، سخن مرا گوش نمیکنه. برای آداب همون، برای اصلاح همون، اگر من از 3 روزم زیاد با او قهریم کنم، تا زمانی که همون آدم اصلاح شود، این شریعت درست میگه، این یگان زیانی ندارد. اگر ببینیم مثل که عایشه در امام بخاری میگذارد، همون ملالیه که با ابن زبیر حضرت عایشه مادرمون کرد، یا مثل که پیامبرمون برای آداب زنهاش احیانا حتی ماها مقصد اونها را با اونها مقصد صحبت نمیکرد که شاید برای یگان آداب اونها، برای بهبود اونها بود. از این لحاظ یعنی خاطر دین باشد، برای آدابشون، برای اصلاحشون گناهی نیست. یعنی برای خاطر دنیا باشد، برادری خواهری کسی باشی، احتیاط کن که بسیار گناهی بزرگی داد تا 10 زدگی.
سوال دیگر. بابا جان یک داملا گفت که کاغذی را که در تشناب است آن را به درون او پرتایی غسل به تو واجب می شود. یعنی همین اونی تزایی که بگیم انا در همین یا شاید همین ها را مقصد در نظر داشت، یا اینکه بگذار توالت هایی که در خانه هم که باشن، حاجت خانه میگیم، اگر همون توالت دی بومگ میگیم، همون کاغذ های تشناب که با اونها امروز مثلا در عوضی نمیشود که در سکسیه انا برده مقصد از همین خلوخی که مردم ما استفاده میکرد اینها را برده مانیم، زیرا که حتما اینها با زیانی چندین نفر دیگر انجام یابد. یعنی ممکن که همون محکم شدن و یا ممکن یگان ضررهای دیگری برای جمع مردم بیارد و این کار هم خودش بسیار زحمت زیاد طلب میکند و هیچ یگان فرض واجب هم نیست که حتما باید انسان خودش به همون قلوخ پاک کند. برای همین این کاغذ هایی که برای تشناب تیار میکنن اینها را دیگر ما در یگان کار استفاده برده نمیتونیم. یعنی چگونه که من در این کاغذ هایی که می نویسم ببینین، یعنی در نویسانده میشه، اونها دیگر نویسانده نمیشه، اونها دیگر مخصوص برای همین تشنابن، برای همین هیچی باکی ندارد به اونها مقصد پاک کردن. یا بعضی ها میگن کاغذ نام خدا هست، نه، اینا یگان اصلی ندارن. برای همین بگذار هر کسی که امروز مثال اگر بدن بر بالاتان حق دارد گفتگی پیامبر، اگر هست با توالت بومگاهایی که بسیار با ملایمن، ارزششان بلند است، هر کسی که امکانیت دارد از او هم که استفاده برد، یگان باکی ندارد، یگان زیانی هم ندارد. ولی در تشناب پرتافتنش اگر آدمای در سکسیه زندگی کنن، انا همی هم زیان و ضرری در همو بگیم که انا تربه هایی که هست زیانش میرسد، محکم شدن هم ممکن است. ولی اگر مقصدش در همونجا پرتافتن یا در حاجت خانه خانه پرتافتنش غسل واجب شود، نه، اینها یگان اصل ندارد. این گپ خطا هست. یعنی پرتافتن او در درون توالت یگان باکی ندارد. وقتی که آدم او را استفاده برد، او را دیگر مقصد بجوز همون درون توالت دیگر در کجا میپرتایش؟ اگر به شرط یگان سطیل مخصوص هم که باشد، برده اون را در موسر میپرتایند. همون درون حاجت خانه هم از همون موسر مقصد چی فرق دارد؟ اینجا مقصد من همون حاجت خانه هایی که مثل در سکسیه نیست، خانگی ها مقصد یا کانالیزاسیا نیستند، لیکن در کانالیزاسیا حتما همون سطیل ها را میگیرن، برده میپرتایندشان، زیرا که باز میگم که شاید زیان و ضررهاش در همون تروبه و در همون محکم شدن همونا باشد. لیکن به هر حال در هر جایی که پرتایش غسل واجب نمیشه. سوال دیگر. خب استاد عزیز، خواهش میکنم در این مسئله با پررگی فهمونید، چون که در اسفره ناحیه چارکو اختلاف ها قریب به دعوا رسیده است. میگویند که زنها به پای افزار، به جوراب، خلاص پای برهنه نماز نخوانند. التماس ساده کرده فهمونید. انا خواهرها و مادرایی که در اسفره زندگی میکنین، در چارکو زندگی میکنین، من این مسئله را یک بار پره برای شما گفته گذاشتم. همین سوال یک بار دیگه بر من آمد. من برای شما گفته گذاشتم که نزد جمهور علما میگه، وقتی نزد جمهور کشید، نزد جمعی علما، مقصد همین قدم زن پوشانیدنش واجب نیست.
واجب نیست. چگونه ای که ما در مذهب امام ابو حنیفه الا الوجه والکف والقدم میگه، یعنی سه موضعی هست که اینا را پوشیدنش فرض نیست. خواهر و مادر عزیز، یکی چهره، یکی مثلا کف دست، یکی قدم ما و شما. یعنی برهنه بودنش، لوچ بودنش یگان گناهی نداره. لیکن اگر کرته های درازی باشد که مثلا همون پشت پاشه اگر زن پوشانه و با همون نماز خانه هیچی باقی نداره. لیکن اگر نپوشانش هم، اگر همون قدم زن، همون بگیم همون پای زن اگر به شرطی که توبه در حالت نماز یگان گناهی نداره. این فقط جناب امام احمد حنبل میگه مقصد فقط میگه همین چهره کشاده بدنش اجازت های، دیگر همه بدن پوشانیدنش فرض های. این را امام احمد حنبل میگه. چرا که امام شافعی هم تمام بدن پوشیدنش فرض میگه. ولی مادامی که ما شما در مذهب ابو حنیفه ایم، یعنی لوچ بودن، یعنی قدمی تو اگر همی در نماز لوچ هم که باشه و برهنه هم که باشه نماز خوانی درست ہے با موافق مذهب ابو حنیفه. ولی اگر شما احتیاط کنین، لیکن شما اگر به شرطی که همین چیز برای با موافق طبعی تو را خوش نمی آید، میخوای که باید مقصد با جوراب بپوشانی یا با محسی پوشانیش، خیلی ایش کاری تو. ولی نمیشود که بگیم که یعنی کاری تو درسته، کاری نفرهایی که جوراب نمیپوشن کاری نو نادرست، برای که در داخل مذهب من اجازت ہے. بابا جان مردی که عرق می نوشد، سیگار می کشد، نماز نمی خواند، ولی زنش با نماز و با تقوا باشد، از بین اینها فرزندای صالح به دنیا می آید، از خدا امید خواهر عزیز. یعنی از شما با بیشتر. البته وقتی که مرد اگر مردی با تقوا باشد، مردی پایبند عبادت باشد، مردی حلال خور باشد، هرگاهی که نزدیکی کند مقصد با اعوذ بالله و با دعاهایی که از پیغمبرمان ثابت است، اگر با او نزدیکی کند، زنم مقصد در حالت همو پای به طهارت باشند یا بعد نماز تهجد چون باشند، البته اینجا در از خدا امید است که بهترین فرزنده. لیکن مادر خواهر عزیز، شما که اگر مادری با تقوا باشین، شما که انشاءالله مادری باشین که فرزندای خوب به دنیا بیارین، شما همیشه دعا کنین که خداوند اولا مردک تا توفیق بتو، بعدا همی همخوابه که میشین الله مهربان یک فرزندی خوب و فرزندی صالح بتین. شما مادرین، دعای شما را الله مهربان قبول میکنه. از خدا امید است که فرزندی خوب میشود. خب استاد اگر فرزند با یگان نقص به دنیا بیاید، آیا سببگارش گناه پدر و مادر است؟ نه. اگر فرزند با یگان کمبودی به دنیا بیاید، این بسیار از فرزندایی که در انگشتاشان، در چشماشان، در لبه هاشان یعنی نقص هایی هست که با همون نقص ها وقتی که به دنیا می آیند، نه اینها پدر و مادر اینجا هیچ عیبی ندارند. البته بر آفریدگار الله های، مادری پدری کسی باشی، ایرا آفریدگارش الله های. اگر ما در این یکدیگر مون کمبود بگیریم، یکدیگر مون مقصد یعنی همیشه ملامت کنیم، اینجا در ما در پیشگاه الله مهربان گناهگار میشیم. زیرا هر زیلی که فرزند آمد او را آفریدگارش الله های. بگیم نقاشش الله هست، ای دست ما تو هیچ چیز نمیاد.
کدام پدر و مادر کی را میفارد که فرزندش با همین احوال تولد شود؟